با فرمان پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان، سال 2015 سال آیله اعلام گردیده است. ما تصمیم گرفتیم آیی با این موضوع فیلم تربیوی را پیشنهاد نماییم. فیلم ما تقدیر تلخ نام داشته از حیات عائله‌ای که دوام 10 سال با هم زندگی داشتند، صاحب 2 فرزند نیکرو می‌گردند، ولی بین زن و شوهر آن مهر و محبتی که برای آینده فرزندان و تربیه خوب آنها لازم است نمی‌ماند. با کمترین بهانه شوهر جنگ و جدال می نماید و روز از روز از همدیگر دور می شوند. جنجال همه روزه عاقبت به جدایی آورده می رساند. فرزند کلانی بهرام با مادر میماند، پسر خردی شهرام باشد با پدر. آنها به وایه میرسند و پدر وفات میکند. مادر همیشه در سراغ فرزند خردی خود بود. با حکم تقدیر 2 برادر در زندگی با هم می پیوندند، ولی نمیدانند که برادرانند. تأثیر جدایی پدر و مادر بود که هر دو هم به راه نادرست رفتند. شهرام دست به دزدی میزد و بهرام مالهای دزدیده او را سرشته و راهبری میکرد. مادر هر سو با 100 دعای نیک بهرام را به کار گسیل میکرد، ولی نمیدانست که پسرش او را فریب کرده ایستاده است و بر ربودن مال مردم مشغول است. روزی از روزها شهرام مغازه‌ای را غارت می‌کند. او با بهرام زنگ میزند. بهرام با دعای مادر از خانه بیرون می آید و مال دزدی شهرام را یک جای در ویرانه پنهان می نماید.
غرازناک شهرام را به ویرانه می آورد. با مقصدی پور صاحب شدن به مال و ثروت جمع شده او را از ویران پایان می‌پذیرد. مالهای دزدی را جای دیگر پنهان می‌سازد و به خانه برمی‌گردد. مادر او را با خرسندی استقبال می‌گیرد. و خوشخبری یافت شدن دادرش را به بهرام رسانیده عکسش را دراز می کند. بهرام در رسم آن رفیقی دزدیش را که حالا حاضر نابود ساخته بود دیده باور نمی کند. آن را با رسم‌هایی در تلفن موبیلی داشته‌اش مقایسه می نماید. پس با مادری زار که سالهای سال فرزند دلبندش را جستجو داشت و امروز از دریافتن خود خیلی بالیده بود خبری مرگ شهرام را میرساند. مادری چشم برا که پس از 20 سال امید دیدار کرده بود از این خبری شوی ناگهانی سخت اندوه گشته وفات میکند. بهرام بعد از دست دادن عزیزترین شخصیت های حیات خود چند مدت به اندیشه می رود. از کرده های خود سخت پشیمان می گردد. آرمانم مادر ای
چیزی شکوهی خاندانم مادر، یادی تو هنوز در سرم باز گردان است، نامی تو هنوز در زبانم مادر. رفتی و بیادی تو زیغم من می سوزم، در آتشی حسرت تو علم من می سوزم، تا روز قیامت که تو باز بر می خیزی، سوزد دل و جانم تو خانم مادر. گویند مرا چو زاد مادر، بیستان به دهن گرفتن آموخت، شبها بری گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. ای پوست و پناهی رفته از دنیایم، من آمدم که از راهی بد برگشته آینده حیات خود را به سخاوت و خیر و احسان روانه می سازد. نارحمی بین پدر و مادر باعث بدبختی دو فرزند آنها گردید. والدان را لازم است که بعد صاحب فرزند شدن از بالای تقدیر و سرنوشت آینده آنها اندیشه نمایند. خوشبختی فرزندان را از خوشبختی خود بالاتر گذارند، زیرا تربیه نکو آموزاندن رسم و رسوم نیاگان و عاید جانسوز وطن و ملت گردیدن فرزندان از عائله و از والدان سرچشمه میگیرد.